ابوالقاسم منصور ابن حسن طوسی که در تاریخ ادبیات با نام فردوسی مشهور گردیده است، از بزرگترین شاعران فارس و تاجیک بود. سال 934 در دهه بوژی ناحیه تبران نزدیک شهر طوس در عائله زمیندار به دنیا آمده است. دوره جوانی شاعر نسبتاً آرام و تنج بود و فردوسی از این امکانیت استفاده برده به تحصیل علم مشغول شد. در مکتب و مدرسه علمهای رسمی دور را آموخت. زبانهای عربی و پهلوی را خیلی خوب می‌دانست و در صنعت‌های تیراندازی، شمشیرزنی و غیره استاد بهترین بود. فردوسی در عائله‌شان در روحیه باستان و عنعنه‌های قدیمی تربیت می‌یافت. از کودکی قصه‌های قهرمانی می‌شنید، با سرگذشت گذشتگان افتخارمند خویش آشنا می‌شد. از اینجاست که هنوز در ایام جوانی با جمع‌آوری قصه، روایت و اسطوره‌های ایجاد خلق خود به طور جدی مشغول شد. فردوسی که صاحب استعداد بلند بود، با خواهش شاهان سامانی و تشویق و ترغیب یکی از دوستانش ابو منصور ابن محمد و برای جاویدانی ماندن نامش به نوشتن شاهنامه سر کرد. فردوسی در تالیف شاهنامه زیاده از 30 سال عمر خود را صرف کرد. بدین خاطر میگوید: بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. فردوسی ثمره آموزش و جستجوهای خویش را در تدوین داستانهای بزرگ شاهنامه نویسی دید و کوشش میکرد که با ایجاد شاهنامه تاریخ بسیار اسرای خلق را با همه افسانه و روایت‌هایش، رسم و عنعنه‌ها، روحیه قهرمانی، واقعه و حادثه زنده گرداند. شاعر در سن 41 سالگی به تالیف اثر پرداخت. فردوسی هنگام تالیف شاهنامه از امیر سامانی، نوح بن منصور یاری مادی میدید. سامانیان به شاهنامه توجه داشتند و آن را اثر احیا کننده تاریخ گذشتگان و عنعنه‌های باستان می‌حسابیدند. اما در آغاز عصر 11 سامانیان موجودیت خود را قطع کردند. خراسان و ماوراءالنهر از جانب دشمنان اجنبی به دو قسم جدا کرده شد. این وضعیت برای فردوسی ضربه ناگهانی بود. سال 1005 فردوسی در سن 71 سالگیش شاهنامه را به انجام رسانید، اما از طالبان حقیقی عصر نشانی نبود. شاعر امیدوار بود که بر عوض زحمت 30 ساله اش تحفه ارزنده به دست آورد و پایان عمر خود را به آسودگی گذراند. سال 1010 فردوسی با کاروان سوی غزنین شتافت و شاهنامه را به سلطان محمود سپرد. اما بر عوض این اثر بزرگ سلطان به شاعر 20,000 درم یعنی تمگه نقره بخشید و خلاص. اما فردوسی از شاهنامه امید کلان داشت. درباریان سلطان اثر بیزوال را نزد شاه تنقید و مؤلفش را تهمت به بیخودایی میکردند. این عمل شاعر را شورانید. فردوسی چون از جانب شاه معامله درشت دید، دیگر از هیچ چیز نمی‌هراسید. با سلطان به مبارزه برخاست. فردوسی انتهای عمر خود را در وطنش طوس می‌گذراند. سپس تابستان سال 1020 از عالم چشم می‌پوشد. فردوسی در نوهای شعری، قصیده و غزل و قطعه و رباعی قوه آزمایی کرده باشد هم، اما در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس و جهان با اثر بزرگ خود شاهنامه مشهور گردیده است. شاهنامه نمونه بهترین داستان‌های قهرمانی بوده از 60,000 بیت عبارت است. مضمون مندرجه شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از لحاظ شکل و مضمون اثر تام و مکمل بدیعی بوده. در آن سرگذشت و تاریخ و واقعه‌های روایتی و تاریخ 50 شاه ایران زمین از کیومرث تا زمان ساسانی‌ها، نوشیروان عادل و یزدگرد شاه با بدیعیت بلند تصویر شده. تدریجاً پدید آمدن کشاورزی، ظهور پیغمبران، زرتشت و مانی و مزدک، مبارزه قواهای نیکی با هدایت اهورامزدا و نیروهای بدی با سرپرستی اهریمن
набарди коваи оҳангар бар зидди заҳокиморон ки тухми инсониятро аз рӯи замин нест кардан мехост ҷорӣ гардидани ҷашнҳои миллӣ яъне наврӯзу саддаву меҳргон мубориза алайҳи ҷаҳлу нодонӣ ва амсоли инҳо баён мегардад. умуман шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ дорои тамоми ифтихори инсоният аст. ҳақ ба ҷониби фирдавсӣ ки гуфта буд: намирад аз ин пас ки ман зиндаам ки тухми суханро парокандаам.